امروز در مورد قوانین حمله و دفاع در بازی شطرنج صحبت می‌کنیم. به این خاطر که شطرنج تماماً در مورد قوانین و نحوه حمله و دفاع هست. برای شروع سرباز رو به خانه E4 میبریم. شاید رایج‌ترین حرکت برای شروع همین باشه. در مقابل سرباز سیاه رو به خانه E5 میبریم. حالا منطقی ترین و احتمالاً قابل پیش بینی ترین راه حرکت اسب به F3 هست. چرا؟ چون باید امکان استفاده آنی از مهره هامون رو داشته باشیم. پس چرا از اسب برای حمله به سرباز سیاه استفاده نکنیم؟ این یک حالت دفاعی هست. به چند دلیل. اول اینکه اگر فیل رو به خانه D6 ببریم، چندان برای شما جالب نمیشه. چون با این کار جلوی سرباز و وزیر رو قفل میکنه و فضا رو بیهوده اشغال میکنه. میتونید با سرباز به D6 حرکت کنید. خیلی راههای شروع وجود داره، اما مواظب باشید مهره‌ها بیهوده پخش نشن. میشه وزیر رو به E7 برد، اما خیلی منطقی نیست، چون جلوی فیل یا محافظ شاهتون رو میگیره. پس بهترین و معمول ترین راه برای دفاع از مهره E5 حرکت اسب به C6 هست. با این کار هم صفحه رو در اختیار دارید و هم میتونید از سربازتون دفاع کنید. حالا مسلماً با اسب سرباز سیاه رو میزنیم و با اسب سیاه اسب سفید زده میشه، اما حریف سفید همچین اشتباه وحشتناکی رو نمیکنه. تو سبک ایتالیایی فیل به خونه C4 و تو سبک اسپانیایی به خونه B5 میره. شاید هم به سبک هلندی اسب به C3 بره. اینا همه نمونه های دفاع هستن و بسته به شرایط تغییر میکنه. اگر فیل رو به B5 حرکت بدیم و شاه رو کیش کنیم، که البته من این حرکت رو پیشنهاد نمی‌کنم چون با خیلی مهره‌ها میشه راهش رو بست، میشه با وزیر جلوی فیل رو گرفت که حرکت وحشتناکی میشه، چون خیلی بیهوده وزیر از دست میره و بازی رو میبازی. میشه با فیل راه رو بست که حرکت نسبتاً خوبیه، چون فیل سفید فیل مشکی رو میزنه و بعد با اسب مشکی فیل سفید رو میزنیم. یا اینکه میشه فقط سرباز رو به C6 حرکت داد و فیل رو به عقب نشینی وادار کرد. به هر حال نکته اینجاست که میشه فیل در خانه B5 رو با خیلی از مهره‌ها مسدود کرد. اهمیت این موضوع اینجاست که به عنوان یک بازیکن شطرنج تصمیم بگیریم چه حرکتی بهترین حرکت دفاعی محسوب میشه. تو این حالت من حرکت سرباز به C6 رو پیشنهاد میکنم که باعث عقب نشینی فیل میشه. قوانینی که در این قسمت معرفی کردیم جزو ساده ترین اصول شطرنج هست.